سلام، من آیین ایزدی هستم. مدال نقره المپیاد ریاضی سال 1403 در پایه دهم. به نظرم هدف از المپیاد صرفاً داشتن تجربه جدید و لذت بردن از حل سوال هست. توصیه من برای افرادی که میخوان المپیاد شروع کنن اینه که اول از همه که سوال نسوزونن. مهمترین چیز مثلا در المپیاد ریاضی، یعنی سعی کنن خودشون فکر کنن، خودشون تلاش بکنن. اگه نشد حالا مثلا برن از مثلا استادی یا المپیاد سابقه کسی یه راهنمایی بگیرن، ولی به هیچ وجه راه حل رو نگاه نکنن خودشون، مثلا اگه فکر نکرده باشن، و صرفاً از المپیاد لذت ببرن. المپیاد ریاضی کشوری در واقع 3 مرحله داره تا گرفتن مدال. مرحله اول در پایه 10 و 11 شرکت میکنن که فکر کنم 25 تا سوال تستی و پاسخ کوتاه که فکر کنم حدود 1500 نفر قبول میشن، که بعضی از اینا آزمایشی هستن که دهمیان و صرفا مرحله 2 رو به صورت آزمایشی میزنن و برگشتشون تصحیح نمیشه. حالا مرحله 2 در 2 روز برگزار میشه. 2 روز 3 سواله که هر سوال 1.5 ساعت وقت داره، یعنی 2 تا روز 4.5 ساعته و 6 سوال تشریحی داره و در واقع حدود فکر کنم 80 نفر از این مرحله عبور میکنن و وارد مرحله 3 میشن، یا همون دوره تابستانه. دوره تابستانه به این صورته که حدود 1 ماه بچه‌ها کلاس میرن و درس میخونن و تا اینکه آزمون پایانی میرسه. و آزمون پایانی هم از هر مبحث معمولا یه آزمون هست و یه سری آزمون جامع هم بعضی وقتا هست. یعنی بودن 6 آزمون در 1 هفته برگزار میشه و با توجه به این آزمون‌ها و نمرات مدال‌ها مشخص میشه که 12 تا طلا داده میشه بچه‌ها. و بعد از اون برای آمادگی المپیاد جهانی از این 12 نفر حدود 6 ماه کار میکنن باشون و یه آزمون میگیرن، یه سری آزمون میگیرن به اسم آزمون انتخابی تیم یا تیم سلکشن تست، که در این آزمون 6 نفر به عنوان اعضای تیم ایران در المپیاد جهانی انتخاب میشن و در مرحله آخر هم در المپیاد جهانی اون شرکت میکنن، اون 6 نفر. بله درسته، المپیاد ریاضی اینطوریه که هم بچهای دهم و هم بچهای 11 میتونن مدال بگیرن و در این رقابت زیبا شرکت کنن. المپیاد رو صرفاً به چشم موفقیت یا مثلا مدال طلا گرفتن و معاف از کنکور بودن نبینید. به نظرم صرفاً اینطوری باشه که باش حال بکنید و از حل سوالا لذت ببرید و خوب فکر کنید و کلاً زیبایی المپیاد به همین فکر کردنه. به نظر من هدف از المپیاد انگار مهمترین هدفی که داریم همون لذت از حل مسئله، نه حالا گرفتن نتیجه. به نظرم مثلا آزمون‌های نهایی فکر کنم بزرگترین مشکل باشه برای دانش آموزان المپیادی. حالا بعد از مرحله 2 که حدودا مثلا بوده اوایل اردیبهشت یا اواخر فروردین هست، مرحله 2 که تمام میشه و حالا یه فرصت نسبتا خوبی هست واسه آماده شدن واسه آزمون نهایی و دروس وزارتی، که به نظرم تو این فرصت میشه مثلا خوب جمعشون کرد و نتیجه خوبی گرفت. برای مثال همین امسال ما توی دوره یکی از دوستان در واقع تو همین فرصت کوتاه ولی کافی تونست معدل نهاییشو بالای 19 بکنه، معدل آزمون نهاییش، و در کنار اینم طلا شد در دوره تابستون، مدال طلا کسب. به نظر من ساعت خاصی نداره. مثلا یه نفر بدنش زود خسته میشه، بعد
به میزان توانش بخونه، یه نفر مثلا کمتر بیشتر میخونه. ولی بزرگترین نکتهش اینه که مثلا آدم یه روزی که حالش خوب نیست کم میخونه، یا مثلا 2 روز حالش بده نمیخونه، ولی روز سوم که مثلا حالش خوبه باید جبران بکنه، و حالش خوبه باید جبران بکنه این کم خوندن 2 روز قبل رو، این با خوندن زیاد باید جبران کنه این. آرزو موفقیت دارم برای شما و امیدوارم که شاهد درخشش بیشتر شما در بقیه حوزه‌های علمی و رقابتی باشیم. ممنون از شما.